آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سمبوسه اسفرگی ورق تیار میکنیم. راست که درباره سمبوسه بسیار سوال به حد بسیار شد، برای اینکه سبب ورقتیش امروز خواستم با عادی تر کره فهمانه من همراه تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما 400 میلی لیتر آب ما باید خنک باشه، شیرگرم هم لازم نیست، فقط خنکی خنک. من 700 800 تا 900 گرم آرد لازم، یک قاشقچه نمک لازم است. خواهشمندا کمتر دراش رزرخلی تیل برای ملایم شدن خواهند همراه کنند که من همراه نمیکنم. این محصولات برای تیار کردن ما در اول آب و نمک همراه میکنیم. حرکت کنید که همین خمیراتون نمکش رسا شود. اگر رسا شود خمیر ما به حد نرم شد، آب نمیکشد. ما آب میکنیم، خمیره تیار میکنیم. آرد همراه تیار کنیم. همین ما ترسی تر کنید. خمیری سمبوسه میدانیم همینجا باید یک چیز در نظر گرفتن که خمیری سمبوسه باید سخت تکک شود. اگر ملایم شود آب کشا میشد. یعنی برای همین حرکت کنید تا که خمیری سمبوسه سخت تکک کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خمیری ما هم سخت تکک تیار شد. 5 دقیقه نگاه داریم کمتر خمیر ما ملایم شود برای کشادن. من برای داخلش باشد من اینگونه مسئله استفاده بریم. راستی که من یک چند نمود مسئله استفاده برم چه خیلی که خیلی مگزین بعد توغری بیاد میگیرم نکی میخوام پرسنتی وقتی بلندتر باشد که آبش بسیاری بد نباشد. من از رحمی استفاده برم. با من خیلی مسئله ها یعنی خزرم هست اهمی هایم استفاده برید میشه افغانی گاف خطی همراه کنیده میشه نه به حد نه ولی همه زن ها میدونن این فقط مغازه مگنیت بام فروشت و اشام بام فروشد. الکی سوال شدگی برای همین من الکی جوابش گفتیم. مغازه همون مگنیت و اشاننده. برای داخلی کشادنش باشد کرخمال استفاده بریم. کرخمال چه خیلی باشد کوکوروزنی یا کی کارتوفلنی. من ما کرخمال با 5 قاشق کرخمال گیریم 5 قاشق آرد همراه میکنیم. برای چی کرخمال که برای اون که ورقای سمبوسه خوشرون بیارد. اگر کانالای ترکیه نگاه کنید کرد پهلوه های ترکیه فقط به آرد فقط همین کرخمال که میکشن برای اینکه ورقش خوشرون بیاد هم تنوگ میکنن. برای همین امروز خواستم کرخمال که راه آسانش که یگان قطع زیانش نه همه ما میدونیم. من خمیری ما هم دم گیریم ما با 3 زواله تقسیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من 3 زواله برابر تقسیم میکنیم. من آرد و کرخمال الکی همراه کنم. من کمتر کاسوبه گرفته من کمتر تنوگ کره بالی هم این من خیلی برای آسان کشاده شدنی خمیر ما. من این طور من طرز کشادنی زواله لکه همه موقع معلوم چه میکشاییم. ما تونوکی سختم نمیکنیم. خمیری سمبوسه تونوک کرن شرط نی سخت. بسم الله. حرکت کنید که خیلی کلالی خوشرو یخیل بیاد اچار طرف. من خمیره این طرف تنوک کریم. من چقدر با کرخمال ما اضافه من 2-3 قاشق کرخمال لازم بسیار لازم نیه. من مسئله آب کرم این تگهش پالنی آبشه ما ایسته همی روش گرفته می خمیرامو با میریزیم شروع همه جای خمیرامو روغن میکنیم. 3 قبطه ما بلوبالی هم باید این طرف روغن کرده پاشیم. این طرف میشکیم دستمو که شکیم با خوب ترکی همه جای خمیرامو روغنی خوشرو میگیره. من دویم قبطش هم روغن کریم. من 3م قبطی زوالی ما بکنید یکم قطعی چسبیدگی نبیهد نفس کشاده میشه بی خواتیر. من 3م قبطش هم روغن میکنیم خوشرو. من 3م قبطش هم روغن کریم ما که خمیرامو رولیت کرده میپیچونیم خوشرو کشاله کرده میپیچونیم.
نه خیلی خوشرو آمد. ما اینه که با قسمات تقسیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی چخیرکی خواهید کلانتر خواهید کلانتر، майдатар خواهید майдатар. دیگه وقتی کلانتر برید بهتر. ما یک دیگه نمود самбоса میکنیم. نه برقاش چخیل آمد. من طبق بچیندم. نگاه کنید ورقاش چخیل آمد. ما اینا با مدتی 5-6 ساعت холодильника خودش بمانیم. یعنی морозильник نیه، холодильник میمونه. میتونید که یک روز پیش تیار کرده مونده پگشت کشوده پزید با ورقاش شروع میشه. برای اینکه холодильник انده شخ میشه تمی خمیرا. وقتی که کشوده ما میپزیم همین سببی روغناش خیلی شخ شدگی درنی تفتامه درمده ورق جدا میکنه. برای همین من یک روز پیش تیار کردم. الکی خیلی شب شد. من پگه تا обеда میپزم. من شروع سلافان که محکم کنید که گرداش به هوا درمده خیلی خمیرما پس مخک نزند، یعنی قاق نشود گرداش. برای همین من شروع سلافان که محکم کردم. من خمیرای سمبوسی ما هم دم گرفت. نگاه کنید چقدر است. 10 ساعت холодильник با ایستاد. بیاد شخ شدگی شروع آمدگی همین طور. از ما اینه ترزی شده میشه. خیلی نشان میدیم. من از والی ما مای پشتش من دست مایه خیلی سوراخ میکنیم. مای پشتش من سوراخ کرده گردابا گرد تنوب میکنیم. فقط دست موقتی. نگاه کنید گرداشه. شروع گرداشه تنوب میکنیم. اینجا شنمی ورقش ایستاد. خیلی گرداشه تنوب میکنیم و مابینش ایستاد. عصبی холодильник ایستادگی بیا آزار میکشاییم. همین طور من میکشاییم. جاش تماما غف سامدگی نیه. نامش به من همین ورقش همین طور کشادیم. ما کو فرشه میگذاریم مابینش بر. فرش بسیار هم نمبرود راستی. فرش گذاشته ما سمبوسا همویه من سیکنجه شکل میبندیم. نه ترزی بستنشه که همه ما میدانیم سمبوسی سیکنجه. میتر سمبوسی بستیم. من ورقش همین خیکره همشه ما میبندیم. به هر ترزی تیار کنش آسان. بسیاری ها خیلی سمبوسی ورقینه ورقش خشورانم بیان مگوه. من همین نمود تیار کننگل بیهد نقص. خودشان بیخبر میمونن که راستی چه سمبوساشان خشورا ورق آمدگی. بی آزار میکشویم دستم که بی خواتر اینجاش تنها ورق شدیم. چپقهایش به ما نچینکه گذاشته همیشه همین طور میبندیم سمبوسه های. من نگاه کنید ورق چقدر آمد. همیشه این طور میبندیم. از سببی جوبه زده ورقش گم نکردن. برای همین من طرز این طور کشادنشه من نشان دادم. که همه فهمید که با چخیل کشادنش آسانه و با ورقتی سمبوسه ما دیگر نمود. برای همین من اهمینش برای زنها خیلی توصیه میدیم که تیار کنم. همین طور خیلی انشالله تفتان بمانیم با ورقی شروع میدید. من لیست بگرفتم. خواهید تخمالید نخواهید نه. تخمالیدنم شرط نه. خیلی من کمتر میمونم. بسیاری باید نکه ورقاشا محکم نکنند. شپشل تکرن مالیمو خیلی کمتر برای با شروع آمدنش شد که میزنیم. خیلی خواهشمنده 30 دانه
اونجید مرد چی خواهن پاشن من که امروزه سمبوسه به یکمچی نمی پاشن من تخمه مالیدم با مدتی 40-45 دقیقه 200 درجه تفتاننده پخته میگیریم ما سمبوسه های من عصبی دخوبکی من ونتیلاتور دار بودم همونجا شکل میگذم دوکنید عصبین خمیر ماندگامو خالدینی رفغانا شدوشته و رقاش کشادش سوز چگونه میبینید سمبوسه ما هم تیار شد من نگاه کنید چقدر آمد نمودش ورقی اجای بود آمد من چگونه میبینید سمبوسه ورقینی ما هم تیار شد من اگه دروناشه شکست میبینیم درونای سمبوسه ما چگونه داد من نگاه کنید ورقاش چقدر من اجای بود راستی بیهد گرد توده شده رفت از ورقاش من نگاه کنید درونی سمبوسه ما بیهد با لذتی بیهد خوشرو میکند نگاه کنید دروناشو همه بیهد اشتیاور شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید کانال ما رو دستگیری کنید پادپیساتسیا کنید یارو دوستای دعوت کنید انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید